سلام. تو ماه رمضان گرسنگی و تشنگی میکشی در طول روز، گل کار دم افطاره. یه نکته طلایی بهت میگم، انجام بدی دعات مستجابه. تا آخر این کلیپ با من. به نام خدای دوست داشتنی، سلام به تو که عشق خدا هستی. در ماه مبارک رمضان گرسنگی و تشنگی در طول روز میکشیم، گل کار دم افطاره، اونجا لحظه مزد دادنه. پس خیلی راحت افطار نکن، زرنگ باش. آقا رسول خدا فرمود دعوت الصائمه تستجاب عند افطاره، روزدار دعای مستجاب داره. یه تکنیک و نکته طلایی میخوام بهت بگم، با این حس دعا کن، خدا دعاتو مستجاب میکنه. اینکه وقتی میخوای لقمه افطار رو باز کنی، یه لحظه تمرکز کن رو اون نعمت و در وجود و قلب خودت محبت خدا رو حس کن که با عشق این طعامو به تو روزی رسونده. وقتی این تمرکز رو کردی، خود به خود حال دلت خوب میشه، روحت در یک حالت اجابت قرار میگیره. بعدن به اون دعایی که حس خوب داری، اون حاجتی که حس خوب داری، هرچی هست توجه کن و با آرامش از خدا بخواه. اونجاست که خودت قلباً متوجه میشی خدا دعات رو مستجاب کرده. اگر حمد به همین سبکی که گفتم قبل از دعا باشه، مطمئن باش خدا دعات رو مستجاب میکنه. در پناه الله یکتا، حال دلتون